مقام های امنیتی کندز میگویند که یک دختر جوان 17 ساله را به نام یاسمین از مربوطات حوزه چهارم شهر کندز از چنگ اختطافچی آزاد ساختند. سامونوال ویسیدین تلاش، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی کندز، در یک کنفرانس خبری به روز شنبه به رسانه ها گفت دختر در اینجا مدت 2 ماه در خانه نگهداری شده بود و مورد تجاوز صورت گرفت. نه تنها خود ازی بلکه برادرش هم او مقدام به زنا عمل کرده بود ولی موفق نگردید. از دام دروازه ما را بیهوش کردن. یاسمین نام دختری که پس از 2 ماه اختطاف از قید روباینده آزاد شده مدعی است از سوی نوراغا نام جوانی که وی را اختطاف کرده بود بالایش تجاوز جنسی نیز کرده است. تجاوز جنسی انجام داده. یک نفر یا چند نفر؟ یک خود ازی انجام داده. بیادرش تنها میخواستم جانم دست بزنه که ما چندین دفعه قسمشان بتین که ما ایره لطم کردیم بیادرش تنها در جانم دست میزد. خود ازی تجاوز جنسی میکنه. همین دختر برای ما قصه کرد که والا پدر مرا 3.5 لک دمی سودا میکنه. دختر مرا گفت بریم در خانه تان میداره. ما در کابل بودم. اما در خط وظیفه هم بودم. من سرباز هم هستم. وی سفیدا گپ ما که خلاص شده بود فقط یک پیره. ما دیگه اصلا دیگه در جان دختر دست نداره. مقام های قماندانی امنیتی کندز میگویند که همکنون این قضیه تحت بررسی جدی آنان قرار دارد و بعداً به خاطر تحقیقات بیشتر با ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده می شود.